آقای جنرال دوستم کنار ربانی بود، خوب بود، جزء اردو بود، کفیل ریاست جمهوری بود، پسرش بود، مجاهد کبیر بود. به کنار یک مدیار رفته بعد ملیشه شد، ملحد شد، فتوا میده. فتوای ربانی چنان فاجعه در افغانستان آفریده و چنان خیانت ملی است که افغانستان سابقه نداره. آبروی مردم آورده، مگر علیه ثلث مردم افغانستان میشه فتوا داد؟ ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال. آقای محقق مسئول جهادی ماست، در اونجا معاون جنبشه. انجینر مهدی 14 سال مبارزه کرده و 30 سال سابقه جهاد داره، در نهضت است، این معاونش است. جمعیت العلماء داره، مسائل داره. آقای ربانی آمده علیه مردمش فتوا داده. مسخره